لباس بلند کردیم ببریم فرودگاه برگردیم من میدم شما. یو سلام، چطورین؟ خوبین؟ خوش اومدید به کانال خودتون. یه بار دیگه یاسین اومدیم امروز یه حرکت خیلی خفن بزنیم. میخوام چونمو سورپرایز کنم. یعنی چی؟ یعنی من در اصل سورپرایز نکردم. خب دوستایش اومدن جمع شدن، مثلا گفتن ما میخوایم ساره رو سورپرایز کنیم و یه سفر براش میگیریم. قرار دوستایش با ساره همشون با هم دیگه یه سفر برن. نمیدونم در کجا، هنوز دقیقاً نمیدونم در کجا. و من تنها کاری کردم مثلا یه ماه پیشش گفتم چیکار کن وقت خدا تا خالی بذارده تاریخ با هم دیگه سفر میکنیم، میخوایم بریم یه جایی که قرار سورپرایز باشه و هنوز خودم نمیدونه که کجا میخوایم بریم و هنوز از این فکره که من میخوام کدش برم، مجبور شدم این کارو بکنم تا که بتونم مثلا بهش توضیح بدم چه چیزایی با خود برداره. اونا همه دوستاشون گفتن لباس چی برداره، چی بپوشه، چی نپوشه، چه ساعتی توی فرودگاه باشه، چه جور لباسای مجلسی، نمیدونم ورزشی، همه از اینا برداره. خلاصه همه اینا رو ردیف کردیم در چیزور. خودم یک چمدان درست کردم لباسایی که خواستم برداشتم، اینا رو همه ردیف شد. الان رفته خانه مامان خو یه دست لباس دیگه بگیره از اونجا. بعد گفتم یه فیلم بگیرم میره که دیگه وقت نمیشه بعد صحبت کنم. الان بریم طرف فرودگاه، شاید دوباره بیام پشت ببین صحبت کنم که ما با هم دیگه داریم میریم سفر. فقط میخوام برایش تصویر ایجاد کنم که هنوز با هم دیگه میخوایم بریم سفر تا اینکه بریم توی فرودگاه دوستایشون جو منتظر میاد و قرار یه سورپرایز بزرگ باشه. من که چمدان خاموده کردم قرار مسافرت برم، ولی خب یه جوری دلم میگه دارم مسافرت مارم. سلام علیکم، چطورین؟ خوبین؟ حالتون خوبه؟ سلامتین؟ خوش اومدین به کانال خودتون. امروز قراره بریم یه جایی که هنوز جونجونم خبر نداره و هنوز هم خبر نداره و چند ساعت دیگه هم خبر نداره تا یک سوار هواپیما شیم بفهمیم داریم کجا میریم. و این برنامه ریزی رو هم چند وقت پیش کردیم و امروز هم گفتم جوری که من هرچی میگم باید لباس بپوشی و عروس خانم رو میبینین لباس سفید پوشیده آماده. محمد هم که ما رو میرسانه دیگه. داریم میریم فرودگاه، بعد از فرودگاه بیشتر میذارم، کل مسیر میذارم و اگر میخواید بدانین ما در کجا رفتیم تا آخر ویدیو باید ببینین تا ببینین ما در کجا میرسیم. یه سورپرایز مونه برای شما. See you. خب تم بگم که قرار ساره بریم فرودگاه. به خدا اگه من با این لباس بلند کردیم ببریم فرودگاه برگردیم من میدم شما. نه دیگه من فرودگاه نگاه الان یه هفته چی حسی داشته؟ یه هفته گذاشته من؟ آره استرس داشتم. خب دیگه استرس و حس خوب مسافرت نداشتی؟ چرا؟ خب الان هم حسش نداری؟ دوپامین بدن بالا نرفته؟ چرا؟ دارم میگم بگو من کجا میریم؟ خیلی خوشحالی بدیم. خب داریم میریم فرودگاه، یه دور میزنیم چند تا آدم ها نگاه کنیم حسال شد. من بوی لباس نمیام. کجا؟ فرودگاه. نه داریم میریم دیگه. بعد دیره دیگه دیره دل اسوار شد. من نمیام. من ماشین پیاده نمیشم. نه شما ماشین میرم فرودگاه. تو چی دستی یکی کردی؟ همشون ایده محمد. ایده و کسی بیدار من. من چطوری دلم میاد همچین حرکتی بزنم. جینجر بگو کجا میریم؟ We are going. نه بذار بریم فرودگاه. خب اونجا دید میگم کجا من باشه؟ قول دیگه فرودگاه اونجا رستی مجبور بگم دیگه، میبینی خودتو خاپلایشو میبینی کدام جا مریم. باشه؟ نری بعد من برگردونی بگی شوخی کردم. نه یه شوخی با دومی شیرم شوخی. آفرین.
بجون باید چند دقیقه صبر کنیم. لباس برداشته اومده. خیلی نامردی. بعد این روز هر چی میگردم مثلا من نمیشی آمونم هر چی میگردم پیدا نمونم لب لب جویبار میره کلان چیده کار کردن منو سورپرایز کردن. اینها این نامرده من مونده یه لحظه هنگ کردم گفتم کی بود چی بود منو برداشتن آوردن ای من سورپرایز کردم میخوام با مشافهت. هلو دوباره انگیزه خوبی؟ بیا اینم بسید ببریم. آره همه رسیدم. آره چقدر بد دارم میگیرم. سینم اونا کجا هستن؟ یه لباس همچی جیغ. اوکی بیا سفیده از اون پشت بیا. چه قایمی هم شده؟ چیکار میکنم؟ طول عروس یه جور قایم شدیم ما فقط سرتو نمیبینیم بقیه تو میبینیم. دیدارت نداره اگر چی دیدمت بازت ببینم به خدا شما قصد دارین آبرو منو ببرین. آره گوشوارامو یادم رفته به حق پنجتن این شوگر گیرم میاد. گردن بندم نداری آخه. نه گردم من دارم نه گوشواره دارم. نه به حق پنجتن شوگر زدیم. الان ماه رمضونه به حق روز نمازتون انشالله داخل حاجی ها من که
قدیر میگن حاجیارن عید قربان عید قربان نمیدونم ولی به حق betalar med kort ditåt rulla ditåt Men jag har inga så en person ska ta. من از خونه اومدم همه چیزمو جا گذاشتم. خب کارت ندارم دیگه، یه نفر باید من گردن بگیره این دفعه. من برای سویش ندارم عزیزم. زهرا تو واسه منه. آها اگه زهرا منو بگیره، آخه من میخوام یه نفر حساب کتاب کنم واسش سویش کنم بعدن یا مستاکسو بده خب منم چیز کنم دیگه. نه امروز که نه یاس یا که بتال. جالبش این پاسپورتش هم خانم فکر می‌کردی جا گذاشته، یعنی از شانسی پاسپورتش توی این بوده. چیه راستی من سفر میرم. صبح زنگ عزیزم تو همه میای کو زهرا کو زهرا کو یک دو سه وسط راه من برنامه‌ریزی کردی کی برنامه‌ریزی کردی اصلا من یه خانم عزیزمون نفسمون برنامه‌ریزی کرد دیگه. نه عزیزمون نفسمونم نه ما همه با هم برنامه‌ریزی کردیم. دیدش عزیزمون برنامه پیش مخوزم تو صداش در نیومده. هی چیزایش کدوم تو صداش در ای کمک می‌کنی؟ من هی حواسم گفتم خدایا تو این گروه دخترها اشتباهی چیز نکنم، من سوتی ندارم. میگم یه چند ماه هیچ کدومشون که نیستن. اون حواسم صداش در نیورد، اونم حواسم صداش در نیورد. زرخانو هفته دو روز دوراتی داره دو سه روز پیش به زرخان پیامم خود نگام نکرد جواب گفتم بده کف بمونن بخوام ببینمش پس چرا جوابش ندادی؟ زهرا همینجوری گفتم پس فردا میبینمش من چی بگم 100 کیلو شدم تازه دارم میام پایین. منم بگیرید وای خدایم میگفتی یه ذره آرش بیشتره به من خبر ندادم، من خودم اینجوری یخ نمی‌کنی. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. Come on, shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. زهرا مثلا موقع تو فیلم زیاد نباشه مثلا زهرا pues no hay otra pasajera pero no sé si چی میشه؟ نمیدونم به خدا
اومدیم رسیدیم چای یخه راننده تاکسی باید بلا کارت باشه اسم اون روشاره اتوبوسه؟ اونو از کجا پیدا کنیم؟ خودشون آپولو زدن. آپولو الان کجا داریم میریم؟ داریم میریم هتل. هتل اومدن دنبالمون، قرار سوار تاکسیه، چیه، اتوبوسه، مینیبوسه، سوار یه چیزی بشیم بریم. ایه اوکی. امنیت خودتون ببرید. راحتی همسایه اونجا؟ همسایه تو راحتی؟ آره. همسایه های دیگه اون پشت؟ های همسایه ها دست How long is it? About 2 hours? I am speaking English 50-50 and we are so to the city. ما رسیدیم عروس خانوم. به بقیه جماعت. من مسیراتو بودم جا گذاشتی. ببخشید خسته نکن. Tranquilo, amiga. Tranquilo, amiga. Yo gulum de mi novacel. Gracias. I am speaking English 50-50. اینو میخریم تو سوی چند؟ 60 کرون. اینجا خریدین چند؟ 2.90. اخلای میخوری؟ اخلای میخوری؟ نسی اخلای با چی شده است میخوری؟ با دست اینجوری باید بخورم؟ لایم بندازم داخلش. داره یا نه؟ اون اخلای میذاره خون. اخلاییه. نکن اینجوری. بخور همشو. سارا اخلای اینجوری با دست میخورم؟ خوشمزه است قاسم؟ نه. صدقه خوشمزه نمی‌کنه. صدقه خوشمزه نبود. من از 10 گوشته 10 8.5 میدم. خوشمزه است.